خب سلام، خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب من. اینجا ما کاری که انجام میدیم اینه که در مورد زمین فقط صحبت میکنیم. خیلی مسائل کلان رو ورود نمی کنیم، نمیتونیم اصلا ورود کنیم چون من خیلی اطلاعاتی در این زمین ندارم. فقط مهمترین کاری که در مورد مسائل کلان میکنم اینه که اخبار رو دنبال میکنم. پس به خاطر این ما خیلی وارد مسائل کلان نمیشیم. یعنی ما کاری نداریم که آقا قراره مثلا چه اتفاقایی بیفته، قیمت ملک بره بالا بیاد پایین. ما اینا رو کاری نداریم. ما خیلی خودمونی سرمایه گذاری روی زمین رو بررسی میکنیم توی 10 تا روستا و منطقه شهری یکی از روستا. یعنی یکی از روستاهایی که ما بررسی میکنیم به نام پستک که الان احتمالاً یک جایی برام می‌نویسیم، دیگه ادیتور باید اینا رو انجام بده. پستک که نصفش روستاست نصفش شهر، یعنی پستکی که در واقع بالای گلساره نصفش هم حدوداً در 12 سال جزء شهر شده، نصفش جزء روستا. این منطقه شهری پستک در واقع شهرک‌ها و جاهای مختلفی که داره رو بررسی می‌کنیم. قسمت روستایی پستک رو بررسی می‌کنیم. آلمان رو بررسی می‌کنیم. پیل داربن رو بررسی می‌کنیم، یکی از روستاهای دیگه. منگوده رو بررسی میکنیم به عنوان یکی از روستاهای دیگه. تش رو بررسی میکنیم به عنوان یکی از روستاهای دیگه و بیج رو بررسی میکنیم. بیج رودکل رو بررسی میکنیم. توچی پای بست رو بررسی میکنیم. پایین محله بالا کویخ رو بررسی میکنیم و للکار رو بررسی میکنیم. این روستاهایی که ما اینجا بررسی میکنیم برای اینکه میبینیم آقا کدوم روستا برای سرمایه گذاری بهتره. یعنی ما سرمایه گذاری روی زمین و روی این چند تا روستا بررسی میکنیم. تا دلتونم بخواد اینجا در واقع آپشنای مختلفی داره میرسه، یعنی مسائل مختلفی هستش که ما باید اینجا بررسی کنیم و مطلب من زیاد دارم. تا دلتون بخواد من اینجا مطلب برای گفتن دارم، از مسائل بنیاد مسکن 0 تا 100ش، اینکه کدوم کوچه شما زمین بخرید بهتره، کدوم کوچه نخرید، از کجا جاده رد میشه، از کجا نمیشه، کدوم جاده چند متریه، چه ارتفاعی بهشون میدن، پهنای در واقع حریم فرودگاه کجاست و کلا یه منطقه اینجایی که دارم بهتون میگم یه حالت اینجوری، حالت چی میگم بهش، استوانه‌ای فرمی داره. 11 تا روستا توی این قرار گرفتن که از سمت میدان نبوت یعنی خمسه بازار میره تا پیر بازار، از پیر بازار میره تا پل در واقع چوکام یا خمام و از اونجا میاد تا کنار فرودگاه. همین داخل ما بررسی میکنیم. خیلی در واقع مختصر، خیلی محدود. خیلی هم البته محدود نیست، خیلی جای بزرگی این روستا، جاهای خیلی بزرگی رو در واقع زیاد مطلب زیاد داره. اگر هیچ کدوم اینا رو نمیشناسین خیلی ناراحت نشید، مشکل نداره، کم کم با اینا آشنا میشید و میتونید جاهای دیگه بر خودتون پیاده کنید. من 4 سال الان کارم همینه. این روستاها رو بررسی کردم به صورت تخصصی. البته بهتون بگم 2 سال الان دارم این روستاها رو بررسی میکنم. 2 سال قبلیش رو متاسفانه مسیر اشتباهی بودم که یه مقدار این روستاهایی که جاهایی که بررسی میکردم یه مقدار اینجوری گسترده تر بودن. کوچیکش کردم، جمعش کردم تا همین 11 تا روستا که دفترمون هم اینجا نزدیکه. خیلی تونستم تو زمان خودم صرفه‌جویی کنم، خیلی تندتر تونستم برم جلو، خیلی در واقع بازار بزرگتری تونستم جذب کنم، درآمد بیشتری رو داشته باشم از زمانی که اینو کمش کردم، کوچیکش کردم تا همین روستاها و با هم دیگه میخوایم اینا رو بررسی کنیم. این 11 تا روستا رو ما اومدم خیلی اتفاقی ویدیو رو گرفتم چون یوتیوب که خیلی وقت بود میخواستم استارت بزنم ولی امروز داشتم میادم دفتر جمعه هم هست. به خاطر همین گفتم که بیام یه ویدیو معرفی برای یوتیوب بگیرم، اینو در واقع براتون بذارم تو پیجم. همونایی که یوتیوب دارن ببینن، همونایی که اطلاعات بیشتری لازمه که کسب کنن بگیرن، اونایی که برای زندگی میخوان بیان این سمت ولی نمیدونن کجا بهتره اینا رو بررسی کنن و ببینن و
اینجوری واقعیتش اینا بودش که باعث شد که من امروز ویدیو رو بگیرم. خیلی من آدم فانی هم نیستم متاسفانه، خیلی فان نیستم. اینجا دنبال خندیدن نباشید، چون من خودم کلا دوست دارم یه مقدار جدی به نظر بیام. فانم تو مغزم، یعنی کلی چیزای چرت و پرت میاد که آدم برای خودم خنده، ولی اینا رو بروز نمیدم معمولا. شما اینجا دنبال فان نباشید. من معمولا سعی میکنم که جدیتر اینا رو توضیح بدم، هم خیلی حرفه‌ای‌تر و متخصص‌تر به نظر میرسم، هم که کلا توی فان زیاد قوی نیستم. پس دنبال فان نباشید. خب تمام. آها، سابسکرایب کنید تا برسم به 1000 تا سابسکرایبر، چون بعد 1000 تا پول میدن مثلا. خیلی مهمه، یعنی یکی از مهمترین چیزایی که من اومدم یوتیوب همینه که 1000 تا سابسکرایبر داشته باشم و پول در بیاد، دلاری. اصلا سابسکرایب کنید مرامی که من برسم به اون 1000 تا سابسکرایبر، پول در بیاد. یعنی پول اگه در بیاد که اصلا عالی میشه از یوتیوب. خیلی خوب. تمام. توی جلسه بعدی من دونه دونه براتون توضیح میدم، هم روستا رو معرفی میکنم، لوکیشن رو بهتون میدم. آقا این روستا اینجاست، شما همینو میتونید پیاده سازی کنید. اگه رشت نیستید نمیاید، پیاده سازی کنید رو روستای خودتون توی شهر خودتون. هر جایی هستید تمام قواعد یکیه، هیچ فرقی نداره. فقط همینو چجوری میگم، میتونید همونجا پیاده کنید. میگم قواعد یکیه، فقط کافی اونجا پیاده. تمام. مرسی.